برخورد تظاهرگران با ماموران پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین بعد شب پرخشونت 20 ینور هم ادامه کرد. نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرگران خشمگین تیرهای رزینی و نارنجک‌های بیهوش کننده به کار بردند، ولی تظاهرگران با سنگ و کلتک و وسایل آتشبازی به ماموران پلیس مقاومت کردند. تظاهرات در کیف بعد قبول قانون درباره منع تظاهرات شروع شد و حالا رهبران مخالفان دولت اوکراین طلب دارند که حکومت برای این کارش استعفا دهد. در دهه قبایل نشین مهمند پاکستان معرکه 3 روزه واکسین زنی علیه بیماری فلج اطفال تحت تدابیر شدید امنیتی شروع شد. با آغاز این معرکه در شهر کراچی، شهر دیگری پاکستان، افراد مسلح 3 مأمور طبی را کشتند. تندروان اسلامی در پاکستان که واکسین را غیر اسلامی می‌دانند، مأموران طبی را جاسوسان کشورهای غربی خوانده می‌کشند. سازمان جهانی بهداشت چند پیش شهر پشاور پاکستان را بزرگترین منبع ویروس فلج اطفال در جهان نامید. در شهر مسکو پایتخت روسیه، کمونیستان این کشور خاطره پیشوای خود ولادیمیر لنین را گرامی داشتند که او 90 سال پیش در روز 21 ینور درگذشت. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه مراسم گرامی داشت خاطره لنین را در میدان سرخ در مرکز مسکو رهبری کرد و او با طرفدارانش مقبره لنین را زیارت کردند. در جمهوری بلاروس نیز گروه خردی از مردم یادی پیشوای بلشویک ها را گرامی داشتند. آنها در پایه پیکره لنین که هنوز در نزد ورودگاه پارلمان کشور و در میدان استقلال در شهر مینسک آمد افراخته است گل گذاشتند.